میگه من خادم حرم امام حسین علیه السلام بودم، شب تنها تو حرم نشستم، یه عربی اومد پا پر خون پر خار کثیف ما تو حرم امام حسین نشست. ما خود نگاش کردیم و دیدیم حال داره گریه میکنه، گفتم ولش. رفتم اومدم دیدم هنوز داره گریه میکنه، یه خود دیگه اومدم نشسته. رفتم بقیه خانم‌ها زدم گفتم بندازش بیرون، حیانمو بی ادب با این وضعیت اومد تو حرم امام حسین، گفتم بیرونش کنه. رفتن بیرونش کردن از حرم. فرداش هم اومدم دیدم دوباره نشسته. رفتم به خادم‌ها گفتم بندازش بیرون. میگه شب شد ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در خواب دیدم، آقا با تشر به من نگاه کردن، فرمودن به تو چه؟ بهترین ظاهر من امشب از حرم من بیرون کردی. گفتم آقا خب این وضع ربطی نداره، خونه تو بود یا آخه عربه رو وقتی داشتیم مینداختیمش بیرون یه وقت رو کرد به حرم امام حسین، رو کرد به زری امام حسین، گفت حسین من فکر کردم اومدم تو خونه تو، نگو اومدم تو خونه اینا. همین یه جمله رو گفت و رفت. امام حسین شب با تشر فرمود مگه خونه توئه؟ تو میدونی کیو امشب از حرم من بیرون کردی؟ گفتم نه غلط کردم نمیدونم. فرمود این یک فرزند فلج داشت، آمده بود شفای این فرزند فلجش رو از من بگیره. این جور دیدی این کیلومترها راه رو با پای پیاده تو بیابون اومده، این پاش خونی شده به خاطر این بوده که خارهای راه تو پاش فرو رفته، این وضع افتاده. اومده بود شفای بچه‌ش. تو چیکاره بودی بیرونش کردی؟ کی به تو اجازه داد بیرونش کنی از حرم من؟ حالا پاشو برو در محله فلان، این اونجاست، برو ازش حلالیت به طلب و بهش بگو که ابا عبدالله الحسین سلامت رسون. فرمود خدا بچت رو شفا